سلام دوستان، سمیرا سروی هستم، روانشناس فوتبال. خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم و امیدوارم آموزش‌های مفید و کاربردی رو براتون ارائه بدم تا اینکه بتونید یکی از موفق ترین بازیکنان فوتبال بشید. پس با من همراه باشید. نکته‌ای که میخوام بگم در این جلسه اینه که قراره در این دوره چه چیزی رو یاد بگیرید. فصل اول در مورد دلیل اهمیت روانشناسی فوتبال، اینکه چرا اینقدر مهمه، کلا روانشناسی فوتبال یا آمادگی ذهنی چیه و چجوری باید اونو به کار بگیریم. متاسفانه هنوز خیلی‌ها دلیل اهمیت روانشناسی فوتبال رو درک نکردن و نمیدونن چرا باید به مهارت ذهنی یا همون روانشناسی فوتبال دست پیدا کنن. باید به شما تبریک بگم که وارد این دوره شدید تا به این مهارت کاربردی و بسیار مهم دست پیدا کنید. فصل دوم در مورد نگرشه. یکی از مهمترین مهارت هایی است که باید یاد بگیرید و اصولی ترین مهارته. اینطور بگم، نگرش همه چیزه. فصل سوم در مورد هدف گذاریه. چرا باید هدف داشته باشیم و چه کمکی میتونه به ما بکنه؟ کاملا بهتون توضیح میدم. و فصل چهارم در مورد برنامه ریزیه. اینکه تازه یاد میگیرید به اهداف معنا بدید و راه‌ها و روش‌های رسیدن به اهداف و اینکه چگونه به اونا دست پیدا کنید رو یکی به یکی یاد میگیرید. در جلسه پنجم در مورد الگو صحبت میکنیم که الگو چیه و یاد میگیرید نقشه راه شما چگونه طراحی شده و با داشتن اون مثل یک خیاطی که با دارا بودن الگو چقدر میتونه کارشو جلو ببره و کمتر خطا کنه و بر حسب همون الگوه پارچه‌شو ببره که خطا کمتر کنه و پارچه‌های کمتری رو خراب کنه و هزینه بر نشه و راه طولانی رو کوتاه کنه. جلسه ششم در مورد آرامسازی ذهنیه. یاد میگیرید که چگونه ذهن خودتون رو آروم کنید، چون ذهنی که یاد میگیرید که چگونه ذهن خودتون رو آروم کنید، چون این ذهنه که به تمام اعضای بدن دستور میده. اگه ذهن آروم نداشته باشید نمیتونید در لحظات حساس تصمیم گیری کنید. در لحظات حساس، زمانی که مثلا آقا میخوای پاس بدی، به کی پاس بدی؟ کی موقعیتش بهتره؟ این ذهن تصمیم میگیره و دستور میده به اعضای بدنت، به پات. جلسه هفتم در مورد استرسه، در مورد اینکه چگونه استرس رو کنترل کنیم. استرس هست، از بین رفتنی نیست، فقط باید یاد بگیرید که اونو چجوری کنترل کنید. استرس چیه و چه موقع دچار استرس میشید و چگونه اون رو باید هدایت کنیم. اکثر بازیکنان هر جایی که بازی رو مثلا نمیتونن بازش کنن میگن استرس داشتیم، ولی نمیدونن چطور اون رو کنترل کنن که ما در این جلسه با اون میپردازیم. اما جلسه هشتم در مورد تصویرسازیه. یکی از مهمترین و مؤثرترین تکنیک های ذهنیه. هر چیزی که شما میبینید قبلا در ذهن افراد بوده و بعد به عمل رسیده. پس قبل از هر کاری یا عملی ما باید اول اونو در ذهن خود به تصویر بکشیم. اگه در ذهن ما تعریف نشده باشه، ذهن ما اونو پس میزنه. دیدید مثلا یه بازیکنی توپ به دستش میرسه نمیدونه چی کارش کنه، سردرگمه، اصلا انگار اون توپ ناخواسته بهش رسیده. ولی وقتی که ذهن تو آماده باشه در لحظه که اون پاسو باید به کی بدی و چجوری پاس بدی و اون تصویر رو تو ذهن داشته باشی، وقتی که پاس ناخودآگاه به تو میرسه در لحظه باید اونو به گل بکنی یا پاس بدی. در جلسه نهم در مورد گفتارهای درونی صحبت میکنیم. گفتارهای درونی چی هن؟ حرفایی که در خلوت خود به خود میزنیم. در این جلسه یاد میگیرید چه حرفایی باید به خود بزنید و چه حرفایی نباید بزنید، چون مهمه. حرفایی که میتونه در بازی روی شما تأثیر بذاره، حرفایی هستن که در خلوت به خود میزنید. در جلسه دهم
در مورد اعتماد به نفس صحبت میکنیم. چگونه اعتماد به نفس داشته باشیم، چگونه اعتماد به نفس خود رو بالا ببریم. اعتماد به نفس یعنی باور به خود، به توانایی‌های خود. پس در این جلسه یاد میگیرید چگونه روی توانایی‌های خود کار کنید و بتونید اعتماد به نفس خود رو بالا نگه دارید و به موفقیت برسید. در جلسه 11 یا جلسه آخر در مورد تمرکز صحبت میکنیم. مهمترین و اینطوری بگم همه چیز تمرکزه. اگه تمرکز نداشته باشی نمیتونی پاسو دریافت کنی. اگه تمرکز نداشته باشی نمیتونی پاس بدی. اگه تمرکز نداشته باشی نمیتونی اصلا کلا بازی کنی. پس تمرکز خیلی مهمه. چگونه اگه کسی خواست بازی رو خراب کنه بهش توجه نکنیم و بازی خود رو انجام بدیم؟ یعنی چی؟ یعنی تمرکزت رو بازی باشه. چگونه 90 دقیقه بازی خود رو به خوبی انجام بدیم؟ همه اینها با عمل کردن به آموزش‌های جلسه قبل، چون اگه در این جلسه میخواید حرفه‌ای بشی و تمرکزت رو ببری بالا، باید پیش نیازهای اونو کامل انجام داده باشید تا بتونید اونو عملی کنید. یعنی پیش نیازهای تمرکز در جلسه قبله. پس با دقت به تمام فصل‌ها گوش کنید و نکته برداری کنید و اون تسلط بدید. هر چیزی که لازمه برای